شما همتتون رو بلند کنید، بگید من میخوام کسی بشم تو دنیا، میخوام به جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرت فرق میکنه. آدمی که یه نیت بلندی داره که من میخوام به کمال زیبایی برسم، میخوام به پروردگارم برسم، اون آدم اصلا نشستنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه. نگاه که بکنید تو چهرهش همت بلند رو میبینید که این آدم آدمی نیست که میخواد بره هر کاری بکنه. این معلومه کجا میخواد بره. آدما راه رفتنشون حکایت میکنه از مقصدشون. شما یه نیت بکنید فقط که وقت بکنید خودتون رو در معبد این عالم، بگید من میخوام به 3 چیز برسم که از این 3 چیز میشه به شادی رسید. یکی زیبایی، یکی دانایی و نیکویی. این 3 منتهی میشن به شادی. اگر هنرمند شاد نیست هنری نداره، اگر عالم شاد نیست علمی نداره، اگر انسان نیکوکار شاد نیست کار نیکویی نکرده. نیکویی باید شادی تولید بکنه، شادی درون. شما همتتون رو بلند کنید، بگید من میخوام کسی بشم تو دنیا، میخوام به جای بلندی برسم. همون لحظه که این همت رو کردی اصلا چهرت فرق میکنه. آدمی که یه نیت بلندی داره که من میخوام به کمال زیبایی برسم، میخوام به پروردگارم برسم، اون آدم اصلا نشستنش فرق میکنه، راه رفتنش فرق میکنه، حرف زدنش فرق میکنه. نگاه که بکنید تو چهرهش همت بلند رو میبینید که این آدم آدمی نیست که میخواد بره هر کاری بکنه. این معلومه کجا میخواد بره. آدما راه رفتنشون حکایت میکنه از مقصدشون. شما یه نیت بکنید فقط